سلام تماشابینان گرامی، برنامه در موضوع روز است که منظور شما می‌گردد. در برنامه پرویز شادیزاده و مطربیان سعادتشاه وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان حضور دارند. ما شاهد ارائه برنامه بشردوستانه عادلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گردیدیم که آن گواه معتمد فضایل انسان دوستی، اخلاق حمیده انسانی، بخشایش، احسان و عفو کریمانه سرور دولت می باشد و همچنین سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان را معرفی نمود. امضای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تا چه اندازه می توان همچون ادامه سیاست بشردوستانه و انسان محورانه دولت در راه تحکیم وحدت ملی و همبستگی جامعه ارزیابی کرد. بخشیدن خصلت توانمندان است. امروز ما در عرفه جشن 29 سالگی وحدت ملی قرار داریم و وحدت ملی محض با تلاش و خدمت‌های پیوسته پیشوای معظم ملت به دست آمده است و امروز یکی از جشن‌های محبوب ملت و دولت تاجیک است. به امضا رسیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیش از همه این ادامه منطقی سیاست بشردوستانه و انسان پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری و راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد که محور اساسی محض همین سیاست را انسان، حقوق و آزادی های او و احترام به شأن و شرف شهروندان تشکیل می دهد. البته باید تاکید کرد که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سیاست دولت را بر پایه انسان دوستی، بر پایه بخشش، گذشت و عفو، همچنین بر پایه تحکیم رضایت جامعه راه اندازی نمودند که توسط همین سیاست امروز کشور ما گل شکفته است و با صورت خیلی برند رشد کرده ایستاده است و همین سیاست بود که امروز ما به وحدت کامل ملی رسیده هستیم. البته در فرهنگ سیاسی تاجیکان مفهوم‌های عفو، بخشش، گذشت اینها یک جای مقام و منزلت خاص خود را دارند. البته قانون نوبتی عفو یعنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نیز محض در همین زمینه در پایه همین ارزش های بسیار بزرگ ملی امان یعنی قبول گردید و این رو میتوانیم همچون یک اقدام بشردوستانه پیشوای معظم ملت ارزیابی نماییم. این قانون در برابر آن که همچون یک سند بسیار مهم حقوقی است، همچنین یک پدیده بسیار مهمی هم اجتماعی و هم یک پدیده مهمی سیاسی محسوب می‌یابد که آن به تحکیم وحدت ملی، به همدیگر فهمی، به تحمل پذیری و همچنین به همبستگی جامعه یعنی مساعدت میکند. البته قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نشان میدهد که دولت نسبت به شهروندان خود یک سیاست بسیار خوبی اعتماد، یک سیاست باوری را پیش گرفته است و یک شرایط خوب فراهم آورده شده است. همین ارزش ها می توانند ادامه سیاست بشردوستانه و انسان پرورانه دولت ارزیابی گردند. شکوه عمل انسان پرورانه پیشوای معظم ملت فراتر از عدالت است و چطوری که از قانون برمی آید آن برای زیاده از 18,000 شهروندان تطبیق می گردد و از جمله 507 نفر زنان و همچنین 134 نفر نابالغان که در مؤسسه های اصلاحاتی و مؤسسه های تربیوی قرار دارند به قانون عفو فرا گرفته شدند. در شرایط تغییریابی وضع جهانی و افزایش تهدیدهای معاصر تطبیق سیاست عفو در تاجیکستان تا چه اندازه از استواری دولتداری، اعتماد حاکمیت به جامعه و نیروی وحدت و ثبات ملی شهادت می‌دهد
و در این سمت ماده های مشخص قانون را می توان مثال آورد. در وضع مرکب و پیشگویی نشونده جهان امروزه هر یک نفر و جامعه باید در رشد کشور، در تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی البته سهمگذار باشد و امروز دولت سیاست افر را همچون وسیله به حیات آسایشته وارد نمودن شخصان جنایت صادر کرده استفاده می نماید و بخشیدن جنایت های نه آنقدر وزنین و درجه میانه شدت اجتماعی را در جامعه کاهش می دهد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که به نزدیکی قبول گردید از قانون‌های عفوی که در قبلا قبول گردیده بودند فرقیت دارد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو که امسال قبول گردید نسبت بیش از 18,000 نفر تطبیق می گردد و قانونی که سال 2021 قبول گردیده بود آن همگی نسبت 16,000 نفر تطبیق گردیده بود. این قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر داده است. از 507 نفر زنانی که امروز ادای جزا کرده ایستاده‌اند 48.9% آنها امروز از ادای جزا آزاد کرده می شوند و 51% آنها مهلت ادای جزای آنها کم کرده می شود. در مؤسسه‌های تربیوی امروز 134 نفر نابالغان ادای جزا دارند و طبق این سند 99 نفر آنها از ادای جزا آزاد گردیده، نسبت باقی مانده آنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. پیشوای ملت به حفظ حقوق‌های زنان و حمایت منفعت‌های نابالغان غمخواری خاصه می نمایند و از این سبب در ماده‌های 1, 8, 9 و 15 قانون مذکور به زنان و نابالغان برتری ها داده شده است. همچنین باید قید کنم که در اساس ماده دوم قانون مذکور آن شخصانی که از بی احتیاطی جنایت صادر نمودند و استثنای شخصانی که جنایت در قسم‌های 4 و 5 ماده 212 کادکس جنایتی پیش بینی نموده را صادر نمودند نابسته از شکل جزای مقرر گردیده شده آزاد کرده می شوند. واقعا قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو به محکوم شدگان باری دیگر امکان می دهد که آنها به محیط عائلوی خود برگردند، خاصه زنان به رسالت ازلی خویش تربیت فرزند مشغول شوند و قانون پرفروغ عائله را که از مهر و محبت زنان وابستگی کلان دارد روشن نگه دارند. قانون نو عفو چه پیام سیاسی و اجتماعی را در سمت تحکیم عدالت اجتماعی، احترام به ارزش‌های انسانی و فراهم آوردن امکانیت دوباره اصلاح و بازگشت به حیات سازنده برای شهروندان در بر دارد. پیام اساسی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در اون افاده می‌یابد که دولت به انسان یعنی به شخصان محکوم شده نه تنها همچون یک سوبیکت جوابگری نگاه میکند بلکه نسبت به آنها همچون یک شخصیت قابل اصلاح، همچون یک شخصیت قابل بازگشت به زندگی شایسته نظر می افکند. این قانون نشانه آن است که سیاست حکم جزا در تاجیکستان تنها خصوصیت جزادهی ندارد بلکه هدف اساسی این یعنی هدف تربیوی و هدف اصلاحی را پیگیری میکند. از همین نگاه ما باید تاکید کنیم که دو جنبه اساسی در همین قانون یعنی به نظر می رسد. یکی از جنبه اجتماعی و دیگر جنبه سیاسی آن است. از نقطه نظر اجتماعی عفو یعنی به هزارها نفر شهروندان خصوصا شهروندان محکوم شده و همچنین به اهل عائله آنها یک امید، یک باوری و یک امکانیتی نوی میتد که آنها به زندگی آسایشته خود برگردند و همچنین بازگشت شخصان عفو شده به جامعه، بازگشت آنها به محیط عائلوی، همچنین
شروع یا آغاز نمودن فعالیت مهنتی آنها البته میتواند به کاهش مشکلات اجتماعی و همچنین به تحکیم ثبات جامعه مساعدت نماید. از نگاه سیاسی این اقدام بار دیگر ثابت می‌سازد که دولت به پرینسیپ‌های عدالت اجتماعی، به پرینسیپ احترام ارزش‌های انسانی و همچنین به پرینسیپ حفظ حقوق و منفعت‌های شهروندان صادق است. قبول قانون عفو نشان می‌دهد که تاجیکستان یک دولت استوار، یک دولت دارای ثبات سیاسی و جامعه متحد می باشد. یعنی این اقدام از سطح بسیار هم بلند اعتماد دولت به جامعه و برعکس یعنی جامعه به دولت شهادت می دهد. به نظر شما قبول قانون درباره عفو چگونه می تواند به تحکیم ایمیج بین المللی تاجیکستان همچون دولت حقوق بنیاد اجتماعی و پیرو ارزش‌های انسان دوستانه در عرصه بین المللی مساعدت نماید؟ واقعا در جهان معاصر سطح رشد دموکراتیا و سطح انسان دوستی این یا آن دولت اصلا نه از روی نشان دهنده های اقتصادی معین می‌گردد، بلکه از نقطه مناسبت به انسان، از روی حقوق و ارزش های شهروندان و تطبیق ارزش های بشردوستانه ارزیابی می‌گردد. یعنی این یک چینک اساسی سنجیدن رشد آزادی های حقوق انسان در این یا آن کشور میباشد و قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو سیمای تاجیکستان را البته همچون یک دولت حقوق بنیاد، یک دولت اجتماعی و یک دولت دموکراتی باز هم تحکیم می‌بخشد و این اقدام یعنی نشان می‌دهد که تاجیکستان در برابر تامین امنیت و ولایت قانون به ارزش‌های انسان دوستانه نیز اهمیت خیلی جدی می‌دهد. تجربه پیوسته تطبیق قانون‌های عفو در تاجیکستان به جامعه جهانی پیام می‌دهد که کشور ما یک سیاست انسان دوستی، یک سیاست بسیار خوبی بشردوستی رو در زمینه فرهنگ صلح، فرهنگ رضایت و یا بخشش و احترام به انسان، احترام به شهروندان خود پیش میبرد. این ارزش ها می توانند به تحکیم آبرو، به تحکیم نفوذ و ایمیج بین المللی، البته تاجیکستان همچون یک کشور صلح پرور، همچون یک کشوری پیروی ارزش های بسیار مهم عمومی بشری یعنی مساعدت نماید. این عملی پیشوای معظم ملت ما قانون عفو جمهوری تاجیکستان واقعاً یک پیام است به بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی، پیام است برای سعادت مردم و پیام است برای آینده و پیام است برای امید و اعتماد. تشکر زیاد برای صحبت. باری دیگر خوش آمدید. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که همصحبتان ما بودند وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شادیزاده پرویز و مطروبیان سعادتشاه. به شما سلامتی و خانه آبادی تمنا می نماییم.